بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه قهرمانان خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته در قسمت‌های گذشته برنامه قهرمانان ما در مورد یکی از ابرمردان تاریخ اسلام، عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی صحبت‌هایی داشتیم. صحبت‌های ما در مورد این ابرمرد تاریخ اسلام به پایان نرسیده بود. ما در مقطعی رسیدیم که ایشان به خلافت رسیدن و در سال 99 هجری ایشان به عنوان خلیفه مسلمانان انتخاب شدند. بدون شک قبل از اینکه ایشان به خلافت برسند، در زمان امارتشان در مدینه منوره که در عهد خلافت ولید ابن عبدالملک بود، خدمات شایان برای ساکنان شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم و برای امت اسلامی انجام دادند و بعد از پایان رسیدن دوره امارتشان در مدینه منوره، وقتی که به دمشق برگشتند در دارالخلافه، باز هم کنار خلیفه مسلمانان ولید ابن عبدالملک و سپس در زمان خلیفه بعدی سلیمان ابن عبدالملک به عنوان وزیر و مشاور خاص آن دو خلیفه ایفای وظیفه کردند. و در زمان مشاوریشان نیز همیشه سعی و تلاششان این بود که بالای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ نوع ظلم و جوری از سوی فرماندهان خلافت و یا والیان و امیران شهرها بالای مسلمانان صورت نگیرد. به همین سبب بود که همیشه در مقابل مظالم حجاج ابن یوسف و فرماندهان دیگری حجاج ابن یوسف که بالای مردم بسا اوقات ظلم و جور می کردند، صدا بلند می کردند و انتقاد می کردند و همیشه از خلیفه وقت می خواستند که والیان ظالم را برطرف کند. و همانطور هم در زمان خلافت سلیمان ابن عبدالملک خیلی از فرماندهان حجاج ابن یوسف به مشوره های عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله برطرف شدند و والیان و امیران نیکنام گماشته شدند. زمانی که عمر ابن عبدالعزیز بعد از وفات سلیمان ابن عبدالملک خلیفه مسلمانان شد و سلیمان ابن عبدالملک نامه‌ای نوشت بر اینکه باید مسلمانان بعد از او به عمر ابن عبدالعزیز به عنوان خلیفه مسلمانان بیعت کنند، تعدادی از خاندان بنی امیه در این مورد اعتراض کردند. اما وقتی که ایشان را به عنوان خلیفه انتخاب کردند، در اولین سخنرانی خیش بر منبر بلند شدند و به مسلمانان گفتند که من نه به خواست خودم خلیفه شدم و نه در مورد خلیفه شدن من از عموم امت اسلامی مشوره و نظر گرفته شده است. بنابراین بیعتی که شما به من کردید، من این را از گردنم ساقط میکنم و دور میکنم و شما هر کسی را که به عنوان خلیفه و امیرالمؤمنین انتخاب میکنید، من هم به عنوان یک فرد و یک فرزند از فرزندان این امت به آن بیعت میکنم. اینجا بود که مردم به یک صدا بلند کردند و گفتند قد اخترناک یا امیر المؤمنین، ما تو را ای عمر بن عبدالعزیز به عنوان امیر مؤمنین و به عنوان امیر خود و خلیفه خود انتخاب کردیم. از این کارمان منصرف نمیشویم، بیعت که به تو کردیم آن بیعت را نمیشکنیم. پس اینجا عمر بن عبدالعزیز دید که این مسئولیت عظیم و این مسئولیت بزرگ به شانه های ایشان با دل ناخواسته آمده است. اما از اینجا سعی کردند که به یک طرز و طریقی این مسئولیت را ادا بکنند که در روز قیامت و در روز حساب و کتاب پیش الله متعال و پیش روی مسلمانان ملامت نباشند. پس روش و طریقی عمر بن خطاب رضی الله عنه را در امور خلافت و حکومتداری دنبال کردند. خلافت ایشان امتیازات و میزات و خصوصیات خاص خود را داره، ویژگی های خاص خود را داشت. چون قبل از عمر بن عبدالعزیز
در عهد عبدالملک ابن مروان یا بعد از او ولید ابن عبدالملک و همچنان در زمان سلیمان ابن عبدالملک بدون شک اوضاع عمومی جهان اسلام خیلی بهتر شد. فتوحات اسلامی خیلی گسترش یافت، خصوصا در عهد سلیمان ابن عبدالملک و همچنان در عهد ولید ابن عبدالملک نیز کارهای عظیمی برای امت اسلامی صورت گرفت. اما به خاطر بودن بعضی والیان و امیران ظالم مثل حجاج ابن یوسف، مثل عبیدالله ابن زیاد و غیره، بسا اوقات بالای بعضی ساکنان شهرهای عراق و غیره ظلم‌های صورت می‌گرفت و صداهای مردم علیه این ظلم والیان بلند می‌شد. اما با رسیدن عمر بن عبدالعزیز بر مسند خلافت و به دوش گرفتن این مسئولیت، اولین کاری که عمر بن عبدالعزیز آغاز کرد این بود که در میان امت اسلامی عدل و انصاف را مراعات بکند و عدل و انصاف را پیاده بکند. به همین خاطر بود که از ابن سیرین رحمه الله در مورد امام عادل و صفات امام عادل جستجو کرد، پرسید، چون عمر بن عبدالعزیز خودش عالم بود، میدانست که امام عادل در روز قیامت یکی از 7 گروهی است که در زیر سایه عرش پروردگار قرار میگیرد. نمیخواست که از آن نعمت و از آن سایه عرش پروردگار در روز رستاخیز محروم شود. به همین خاطر رفت نزد ابن سیرین و از او پرسید که امام عادل چه کسی را میگویند؟ چه امامی را امام عادل ما میتوانیم بگوییم؟ ابن سیرین برایش گفت که امام عادل کسی است که بالای رعیت خود مثل پدر برخورد و رویه می کند. قسمی که پدر بالای فرزندان خود شفقت می کند، ترحم می کند. درست است وقتی که از آنها مشکل سر بزند یا اشتباه سر بزند آنها را سرزنش می کند، اما بعدتر آنها را شفقت می کند، دست شفقت را بر سر آنها می کشد و برای آنها تلاش می کند که آنها در آینده زندگی خوبی داشته باشند. طفولیت آنها را با ناز و نعمت می خواهد که سپری بکند و در دنیا می خواهد که آنها را به مقامی برساند که در روز آخرت به دردش بخورد. هر پدر این آرزو را از فرزندانش دارد و برای همین کار تلاش می کند. ابن سیرین به عمر بن عبدالعزیز گفت باید هر خلیفه مثل یک پدر برای امت و رعیتش باشد. و همچنان بعض مظالمی که در حق اهل بیت خواسته و ناخواسته از طرف بعض والیان و امیران صورت گرفته بود، وقتی که عمر بن عبدالعزیز خلیفه مسلمانان می شود، می رود نزد فاطمه بنت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه می گوید یا بنت علی والله ما على ظهر الارض اهل بیت احب الی منکم ولا انتم احب الی من اهل بیتی. ای فاطمه دختر علی رضی الله عنه، قسم به الله متعال در روی زمین هیچ خانواده محبوب تر برای من از شما نیست. محبوب ترین خانواده و فامیلی که نزد من محبوب باشد او شما هستید. حتی شما را از فامیل و خانواده خود نیز بیشتر دوست دارم. دومین کاری که کرد، ظلم هایی که در عهد خلفای قبلی صورت گرفته بود، آن ظلم ها را جبران می کرد. در حق هر کسی که ظلم شده بود تلاش کرد که حق مظلومین را از ظالمین گرفته به ایشان برگرداند. برای این کار اولین اقدامی که کرد از خود آغاز کرد. هر چیزی که در خانه‌اش و در دستش یا در دست فرزندانش از بیت المال مسلمان ها آمده بود یا مشبوه بود، چیزی صاحب دارای شبهه بود، در هر چیزی که شبهه میدید آن را به بیت المال مسلمانان برمیگرداند. میگفت که انه لینبغی ان ابدأ الا ابدأ باول من نفسی. مناسب این است که وقتی که من مظالم را میگردانم، حقوق را برمیگردانم به صاحبانش، اولا از خود آغاز بکنم. اینجا نگاه انداخت به انگشترشان، انگشتری که ولید ابن عبدالملک برایش هدیه کرده بود. گفت این انگشتر را ولید ابن عبدالملک برای من هدیه کرده بود، شاید از مال بیت المال باشه، شاید از کسی باشه که راضی نباشه. حتی انگشتر دستش را بیرون کرد و به بیت المال مسلمانان برگرداند و بعد از خود
به بقیه خاندان بنی امیه آغاز کرد که آنها خاندان خلفا بودند، خلیفه زاده ها بودند، فرزندان خلفا بودند. بدون شک نزد آنها هم تعداد از اموالی بود که در آنها شاید شبهه بود، اگر حرام هم نبوده شاید شبهه بوده. از آنها مالهایی که نزدشان مال شبهه بود و مال میراث پدرشان نبوده، تمام مالهای شبهه را از نزد آنها گرفته به بیت المال مسلمانان برگرداند. اینجا فرزندان بنی امیه و افراد خاندان بنی امیه شکایت کردند، از این چیز ناراحت شدند، چرا مالهای آنها را گرفته می شود و به بیت المال مسلمان ها برگردانده می شود. آنها رفتن نزد عمیشان فاطمه بنت مروان، گفتند برو به این برادرزادت بگو این چه کاری است که با ما می کند. فاطمه بنت مروان رفت نزد عمر بن عبدالعزیز، گفت با این پسران عمویت چه داری میکنی؟ چرا مالهای آنها را گرفته به بیت المال مسلمان ها برمیگردانی؟ آنها از تو در این مورد شکوه میکنن، شکایت میکنن. عمر بن عبدالعزیز دینار را گرفت، در آتش انداخت. وقتی این دینار داغ شد و خیلی داغ شد، به عمه‌اش گفت ای عمه جان، آیا میخواهی در روز قیامت منم مثل این دینار بسوزم؟ گفت نه خیر، ابدا این را نمیخوام. گفت پس چطور اجازه میدی که من مال بیت المال مسلمان ها را نزد اینها بگذارم به عنوان که من خلیفه هستم و حق مسلمان ها را اگر از اینها نگیرم برنگردانم، در روز قیامت با من چه محاسبه و حساب خواهد شد؟ اینجا فاطمه بنت مروان رفت به افراد خانواده بنی امیه، گفت شما با خاندان عمر، با آل عمر ازدواج میکنید، از آنها دختر میگیرید. وقتی که از نسل عمر کسی مثل عمر می آید و با شما این گونه برخورد عادلانه و منصفانه می کند، از شما حق مردم و مالهای شبهه را از پیش شما می گیرد، شما شکایت می کنید؟ حق شکایت ندارید. و از امتیازات عهد خلافت عمر بن عبدالعزیز نیز این بود که سعی کرد که تمامی والیان و فرماندهانی که ظالم بودند، ما از آنها به مردم و به ملت و به رعیت ظلم صورت می گرفت، آنها را برطرف کرد و در جای والیان ظالم و امیران ظالم سعی کرد که والیان نیکنام صالح بالای مسلمانان تعیین بکند. اینجا یک داستان بسیار جالبی هست. عمر بن عبدالعزیز یک کسی را متوجه شد و دید که خیلی شخص پرهیزگاری هست، خیلی نماز میخواند، خیلی عبادت میکند. خواست این را بر یکی از شهرهای اسلامی به عنوان امیر والی تعیین بکند، چون شخصی در ظاهر خیلی با تقوا پرهیزگار است. خواست او را والی تعیین بکند، اما گفت بیا این را یک امتحان میکنم. یک کسی را فرستاد که برو این شخص را امتحان بکن، آیا واقعا او لیاقت ولایت و امارت بر مسلمانان را دارد؟ این شخص رفت نزد آن شخص پرهیزگار و نماز خانه خیلی زیاد، گفت ای بنده خدا، من دوست امیرالمؤمنین و خلیفه هستم. اگر تو را به عنوان والی یکی از شهرهای مسلمانان پیشنهاد بکنم به دوستم که خلیفه مسلمان هاست و تو به عنوان امیر آن شهر تعیین شوی، برای من چی میدهی؟ آن مرد گفت که مصارف یک ساله تو را میپردازم. همین بود که این شخص در امتحان و آزمایش عمر بن عبدالعزیز ناکام شد و از امیر مقرر کردن آن منصرف شد. همچنان در زمان خود عمل به شورا کرد، یعنی تکروی نمی کرد. فقها و علما را در اطراف خود جمع کرد، از آنها در تمامی امور خرد و بزرگ امت اسلامی از آنها مشوره می‌خواست، نظر می‌گرفت. علما و فقها را به خود خیلی نزدیک کرد و از کارهای دیگری که کرد علم و دانش را نشر کرد. در زمان خلافت خویش بر هر شهر پیام فرستاد، به سوی هر والی و هر امیر پیام فرستاد که برای فرزندان مسلمانان معلمان تعیین بکنند که با آنها علم و دانش را بیاموزند و برای معلمان از بیت المال مسلمانان برای معلمان معاش تعیین کرد و این کارش باعث رشد تعلیم و دانش شد که عهد عمر بن عبدالعزیز رحمه الله گرچه خیلی کوتاه است، اما این کارهای عظیمی را انجام داد. از جمله کارهایی که واقعا
خیلی عظیم هست. تمامی امت اسلامی مرهون این خدمت عمر بن عبدالعزیز هستند و عبارت از تدوین حدیث هست. حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به صورت کتاب ها نوشته شود در سینه ها حفظ میشد. تابعین رفتن نزد صحابه، از صحابه احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را میشنیدن، همانگونی که صحابه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم احادیث را حفظ میکردند، تابعین هم از صحابه حفظ میکردند. پس هر کس در سینه خود هزاران حدیث را حفظ داشتند. و اینجا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دید که علما دارن وفات میکنن، ترسید که با وفات علما علم از بین نرود. اینجا به امام ابوبکر ابن حزم پیام داد، به محمد ابن شهاب زهری پیام داد که قید العلم بالکتابه، علم را نوشته بکنید، احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را جمع آوری بکنید. من میترسم که با رفتن علما احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از بین نروند. همین بود که امام ابوبکر ابن حزم و محمد ابن شهاب زهری به جمع آوری احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آغاز کردند و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در دفترها علیحده نوشته می‌کردند و بعد از نوشته شدن این دفترها به هر شهر اسلامی از این دفترها فرستاده میشد. پس آغاز تدوین حدیث و به شکل کتاب‌ها و مؤلفه‌های جداگانه در عهد عمر بن عبدالعزیز صورت گرفت که واقعا یکی از خدمات عظیمیشان است که تمامی امت اسلامی در این مورد مرهون منت ایشان هستند. امروز که ما می‌بینیم هزاران کتاب حدیث از قرن 2 هجری 3 هجری علما و محدثین نوشتن، آغاز و تأسیس این کار در زمان عمر بن عبدالعزیز رحمه الله و به امر او صورت گرفت که واقعا خدمت عظیمی بود. عهد خلافت ایشان واقعا نمونه خلافت الراشده را به تصویر گذاشت که تعداد از علما میگویند عهد او میشه ما در زمره خلافت راشده بشماریم با این همه خدمات عظیمی که برای امت اسلامی انجام داد. و بالاخره روزی آمد و در سال 101 هجری این ابرمرد اسلام و این قهرمان از قهرمانان اسلام دنیای فانی را وداع گفت. داستان وفاتشان هم خیلی دردناک هست. یک قول این است که مورخین میگویند که ایشان با مرض طبیعی، با موت طبیعی وفات کردند. اما تعداد دیگری از مورخین در مورد وفات ایشان میگویند که وقتی که ایشان این همه عدالت و انصاف را مراعات میکردند، تعدادی که در سرش آنها ظلم و جور جابجا شده بود، آنها نمیخواستند که این چنین یک حکومت عادلانه و منصفانه وجود داشته باشد. پس آنها شاکی بودند از عمر بن عبدالعزیز و آنها برای از بین بردن عمر بن عبدالعزیز آغاز کردند، اقدام کردند، غلام او را وادار کردند، برش 1000 دینار دادن، گفتن 1000 دینار برات میتیم به بادارت به خلیفه مسلمانان عمر بن عبدالعزیز زهر میدهی تا او را از بین ببری. نه تنها برات 1000 دینار میدهیم بلکه بعد از وفات خلیفه تو را آزاد میکنیم. این غلام اولا آماده شد اما بعدا متردد شد و ترسید از این کار، نکرد. چند وقت آنها باز آمدن گفتن 1000 دینار دادیم، وعده آزادی کردیم، باز هم تو چیزی که از تو خواستیم انجام نمیدی، پس تو را میکشیم. اینجا این غلام بین تهدید و تطمیع بالاخره روزی آمد و در نوشیدنی عمر بن عبدالعزیز آبی که برایش میداد در او آب زهر گذاشت و این گلاس زهر آلود را به عمر بن عبدالعزیز داد. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله لحظه‌ای که این آب را نوشیدن فوراً متوجه شدند که آب عادی نبوده بلکه در این زهر بوده. غلام را خواست، گفت ویحک ما حملک علی ما صنعت، برباد شوی تو، این چه کاری بود تو کردی؟ چی چیز باعث شد که تو به من زهر بدهی؟ غلام گفت 1000 دینار و آزادی من را وادار کرد که چنین کاری کنم. اینجا عمر بن عبدالعزیز
رحمه الله به غلام گفت که برو از اینجا برو، پناه شو، برو به یک جای پناه ببر که تو را مردم نبینن، ورنه با این زهر من وفات میکنم و مردم تو را گرفته خواهند کشت. آن غلام از آنجا فرار کرد و رفت و این گونه خلیفه عادل نواسه عمر ابن خطاب، عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله، به تاریخ 20 رجب دنیای فانی را ودا گفتن و وفات کردن. انا لله و انا الیه راجعون. امیدوار هستم که از زندگی نامه عمر ابن عبدالعزیز درس های لازم را گرفته باشیم و طبق زندگی ایشان ما و شما زندگی کنیم، فرزندان و نسل های خود را به این روش تربیه بدهیم، این گونه فرزندان به امت اسلامی و به جامعه اسلامی تقدیم کنیم. تا قسمت بعدی برنامه قهرمانان، الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله.